آقا درود بر همگی. درود بر انقدر پیام برام اومد که چرا داداش میکروفون تکون نده. آقا ببخش. ای بابا آقا باش ما امکاناتمون کمه دستمون گرفت نه رو میزی نداریم. انقدر دایرکت فرستادین گفتین این پیام انقدر اذیت من می‌خواستم صحبت نه باشه آقا. برای اینکه دلش هم شاد بشه میگیم اولین ویدیو رو شما شروع. در اولین تاک شو. دوستان درود بر شما. درود به مرامت، درود به عظمتت، درود به بزرگیت، به جسارتت. ما در خدمتتون هستیم. امروز اومدیم پیش علی آقا. ایشون ابزار فروش هستن، ابزار فروشی نمونه. نه راست میگی. عجب. اومدیم یکم به چالش بکشونیمش ببینیم چی کار میکنی. حاج علی شروع کن. مرسی تا کسی با من مصاحبه نکرده. خوشحالم که در خدمتتون هستم. دیگه ما رو گیر آوردن به عنوان ابزار فروش در خدمتتون هستم. آقا چه جوری پولدار شیم یه شبه میشه؟ اونو باید از پولدارا بپرسی دیگه. ما که پولدار نیستیم. نیستیم. ولی به نظرم با ایمان، تقوا، عمل صالح، صبر و فکر و تلاش و عمل به اون فکرها بالاخره آدم میرسه به هر چی بخواد. جدی میفرمایید؟ ولی کناری آقا شما پول داری، ما چندین سال دست رو تو جیب شما. نه نه ولی خب فکر می‌کنم واقعا فرمولی جز صبر نداشته باشه دیگه یه شبه آدم به چیز نمیرسه. جدی میفرمایید؟ آقا یه سوالی. ماکس یا ماسک؟ دیگه بعضی از همکاری ما میگن ماکس ولی درستش ماسک. بعد این چی مشهدیه یا نه همه جا ایران همینجوری؟ آقا بگیم ما نمیدونیم، ما مشهدیم نمیدونیم خبر. تو فاکتورهای جای دیگه فکر نمی‌کنم من دیدم. بعد قلف چی؟ قفل و قلف چی؟ مشتریامون هم خیلی‌ها میگن ماکس. فکر می‌کنم بیشتر تو مشهد. قفلم میگن قلف دیگه. قفل چی؟ قلف مغزم قلف کرده. قلف آره قفلو میگن قلف بعضی وقتا. ولی توی فاکتورها درست می‌نویسن. ولی این ماسکو خیلی جاها تو فاکتورها می‌نویسن ماکس. متأسفانه. علی جان شما به عنوان یک جوان موفق در این مملکت در این جامعه لطف میکنی برای ما یک چند تا پیشنهاد به فالوورامون به خود من و پیام الان جوونو گفتیم مثلا پاچه خاری کنین بدی پیشنهاد به ما بدی که ما برای پولدار شدن باید و برای موفق شدن چه کارهایی رو انجام بدیم. من عادت کردم راستیتش با این پد که طلایی بازی کنم. میگم این چیزا رو باید به نظرم از آدمای دیگه دیگه واسه بخوای بازی کنی ها. چی میخندیم؟ ما ابزار زیاده برای بازی ها. والا میگم اینا رو باید از یه آدمای موفقی بپرسین. ولی به نظر من همیشه اولا که باید صادق باشه، آدم راستگو باشه، هم به خودش اول هم به دیگران تو هر کاسبی و تجارتی که انجام میده. هم برنامه داشته باشه برای پولی که در میاره، یه بخشش رو حتما پسنداز بکنه. این خیلی به نظرم مهمه. به گسترش کارش فکر بکنه، یا مثلا چه میدونم به این فکر بکنه که آینده تو کارش تو شغلش چه تغییری ایجاد میشه. و پیشنهادی هم که من خیلی وقتا به خیلی‌ها میدم، الان علی مشتری جواب نداد یعنی خیلی داره فدا کنیم میگه امکان نداره گوشیشو وسط هیچ چی قرد نمیکنه. در مراسم مهمترین مراسمات زندگیش این وقت گوشیشو ممنونم از شما آقا، از شما واقعا شرمنده کردیم. میفهمید؟ آره. و اینکه یادم رفت چی می‌خواستم بگم. خب تاثیرگذار بود. ممنونم از شما. تاثیرگذار بود. علی جان تو واقعا به این کار نمیخوری. من یا این درسته تو علی مثلا نه درست حساب میکروفون میگیری نه اصلا تو واقعا تو باید بنظم دور. من نام هیچ فایده ای نداری. برنامه آقا اینو کات کن بابا. چی کاری خدا قضیه چرا سرش کجه؟ سرش کجه؟ تو داده همچه داده سیگار کشیدن هم نمیخوریم متاسفانه. بذار کنار بذاریم بعد موزی داره بذار کنار. خب علی جان ممنونم از شما، ممنونم بابت وقتی گذاشتین. ما به عنوان آخرین سوال
تو علیرضا دیگه سوالی نداری که نه؟ من نه. داشتی هم اصلا من مهم نبود. یه رابطه خیلی صمیمی با هم دیگه داریم. به عنوان آخرین سال حسن ختام به مشتریات برسی اینه که اگر برگرده به گذشته یا همیشه آقا من الان 1 سال به ذهنم رسید. من 1 سال به این ذهنم. سوالو جواب بدم. باش نظرم جواب خوب میشه. ببین اگه به گذشته برگردم با اینکه به این کار علاقه دارم و 10 سال تمام کارم اینه دیگه بر نمیگردم به این کار، بخاطر اینکه این کار خیلی 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 پول میخواد و خیلی هم جای بزرگی نسبتا میخواد و اینکه به نظرم با پول خیلی کمتر و با وقت خیلی کمتری آدم میتونه پول خیلی بهتری در بیاره و مخصوصا تو این دنیای جدید به نظرم موقعیت شغلی خیلی بهتری هست برای آدما. این شغل در واقع شغل قدیمی شده ایه دیگه، یا اینکه به نظرم اگه به صورت تخصصی تو یه زمینه فقط کار بشه بالاخره آدم موفق تر خواهد. ادیتور سوسماس علی جان خیلی ممنونم از شما، متشکرم، ممنونم بابت وقتی که گذاشتی و علیرضا اگه سوالی داره اصلا مهم نیست. آره فدا سرم، سوالات بعدا میتونی تو کامنت ها یه چیزی بذاری علی جواب بده. کامنت به من. خیلی ممنونم از وقتی گذاشتی، ازت متشکرم. ممنون از شما. ولی این نظری که علی داد واقعا اکثر آدما همین حرفو میزنن، میگن که اگه برگردم گذاشتم من شغل انتخاب کنم، که خود منم همینجوری هم شاید، چون به نظرم همیشه مرغ همسایه قازه. پیام جان ولی خدا وکیلی من تو این اپیزود فقط نقش پای میکروفون. خب اتفاقا نقش خوبی خیلی هم بهت میاد به نظر من. دوستان اگر دوست دارین که علیرضا همیشه پای میکروفون باشه عدد 1 رو کامنت کنین، بریزین تو پیجش رو بهتر کنین. ممنونم، خیلی مخلصی. مرسی علی. مرسی. خدا حافظ.